سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. به کارت هایی که زیر دست من هستن خوب دقت کنید، تمرکز بکنید که انشاءالله کائنات ببینیم امروز برای شما چی در نظر گرفتن. توی ذهنتون خوب به نیتی که دارید فکر بکنید، تمرکزتون رو داشته باشید. نیت کاری، مالی، احساسی، هر چیزی که هست از خدا میخوام که به خیر و خوشی جواب دلتون رو انشاءالله دریافت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه سری مشکلاتی رو توی این مسیر داره به من نشون میده. آدم هایی که خرابکارن، دروغن. میبینید یه سری آدم ها این پشت پنهان شدن و میخوان نتیجه کارتون رو ببینن، قصد صدمه زدن و آسیب رسوندن به شما رو دارن. شما باید هوشیار باشید، حواستون رو بدید، مراقب باشید که گول آدم ها رو نخورید و به مسیر خودتون ادامه بدید. این تنش‌ها و این مشکلاتی که توی این مسیرتون براتون هست 5 وعده زمانی آینده که 5 روز، 5 هفته یا نه 5 ماه دیگه باشه کاملا از مسیرتون برداشته میشه.